شدی باشد. اینا ما گوشت بریان کردیم خیلی بالا هزار گفتیم. نیکی بسیاری را پرسیدم که گوزمانم خیلی بود، خیلی سن سالش رفتگی بود، همه پیستانش سیاه شده آمد، کبود شده. گوشت هم را بخوریم نخوریم. بعد بسیاری گفتن ای گاوایم هم خیلی شده بود، ای مولایم. ما چند کسویت گرفتیم، بعد گوشت استفاده بردیم. ماندگی گوشت هم خیلی بریان کرده برداشته استم. در مرزل نماندم، راستی خیلی مانده بودم، با گرفتم ابرد گفتم بیا خیلی بریان کرده برداریم، همی او خدا میندازیم. حاضی باشه در درنی دیگ ما یگان میخچه تازه یگان چی آهنی میندازیم، برای که همی یگان کساله یگان چی هم کی باشه میبرویم میروه. به تشویش دوستانی عزیز، ما چند کس پرسیدیم اوجه که مقصد ممکنه خوردنش بخوریم گفتن. من میدانی کشاد ده گوش بریان کردستم. بره همه خیلی سال خنک کشروی خنکک تای کرتم برآمدن میشه، خنک کردگی کمتر. نه دوستان عزیز، گوشتنم خیلی سب سرخکی قد بیرون کردم، برداشته آوردم. وزی ماندهیش در دیگ ایستاده. چی ده اومدی؟ این همو بغزالوچه که آچهشو نکشته و موه بیر سالقنه گفتیم براریم شونه هم بیرنده که چریده گردن. این برات دویده پیش ما اومده. این بچه هاش از سیگونی که کارتوشکا را علفاش چیندن، خیلیش با جویا کردن. اینجا وای آوردن علفاش چیندگیشون همینجا آوردن برای بزکا. اینی بزچه های کلان مونه یا کارا بینن. ایو می دوان میان به اوچکی هستن. پیش ما میان شیر میتیان گفته و بطولکه و مخته نکردیم شونه با اوچه مو میخرن شیر. ای اوچه مو یک شبی اوجا پوری علف کرده موندیان در آخری بزو باشه هزی در جنگلن چرا رفتگیان نصیبی هاین با دخترها که همیجای داری اوهانیشون محکم میکنیم، همیجا خورده میکردن. این یکو علفکو را خورده استن. نگاه کن علفکوی خشروره بدا تیم بخوخه دویده پیش می اومده. شخود برومه شخوش ای قیکی برومده میمرم شب ده. یم خیلی ادام ده اموخته در رو میه پیشه کرد بده یا تنیمته بارونه گفتم رو مرغای چوره یعنی مکنم همشه اودان شون دادم و مرغا کم دم اودان میتم بعد میرم خونه. این بغزاله را میدونین چی نام کردیم کودکا؟ گوشلقه نام کردیم شون. میگم چی نام کردیم بغزاله را؟ میگه گوشلقه نام کردیم شون. یک کس بیننده رو وقت میدوه بیچاره رو پیشو را نو علف خوردستن. خمان شون ایسی بیو اینا ایران بردیم پیش علف سر دادیم علف خوردستن رفتیم که باید داری بزوی پوشونیم. این مرغ خود چکاب کبود کرده سر دادیم شه رفته پیش مستور کده باید خاکستر در خاکستر چه خاگلوته کرده کب کبود شده بدا سونی از این موبایل انگیش بچه های این مرغاب چاکو را میبینه. مرغاب چاکو پیشی دختره آچهاشون بیه میگن ای باشه او را مصر میکنه میتکه میزنه مو مرغاب چا را یا تشمو زرده که همی کشتک ای سر میکنه شون امو را میزنه. نمیدونم چی دیخه میکرده باشه شو میبینه چون کم ترمه علفای میدون اخره فر بهتر شد میکشیم شه توکه او بیچاره را در عدیل محکم میکنیم ای را عدیل نه ایجا با ایجا بگردونیم همش در ایجا باشه و خوبه. یک خشروک علف خوردستم
خیلی باعث ذخیره برای شوشون دیگه بزوده او همراه خورده استن. دانی هر خیلشون تمام شد. میخوای جیگاری دادستیم. اونو جیگاری پتونه میخوای تکیده خچون میخورن. کمتر ریختیم که شو برا نباره تر میشه آخرشون پر میشه گفته. در اینجا باشه گشنی چی کاریدن بچه ها. نمیخوای کنده خوکی کردن. گشنی چه کاریدن با من اومدم وای کردم. خوراک کردم با گرابید. یک باران خشرو بزند بعد میبروید. باران که نزنه با پگه سهر کتی او میتم. تخمی اکراب نداشتم که اکراب کرم. و این طرف دام جا هسته برای اکراب کاری نسی باشه. وای میکنم. طرف های رایون رفتم تخمش بخرم. همین طرف تا خوردم بینم که سمارودینان میخوای سرخک شده اومدیم. وای نیکم پود کنی. وای کم تر سرخش گذاره نمیخوای میریزه. بختگیش میریزه. اینه مالینایم رنگ گردونده. سرخک شده اومده است. اون روز علفای بینشون هم خیلی کم تر توزه کرده بودم. خیلی بلندی بعد شده بود. مالینای یا کلان کلان میشوند. از یا دیر ترکای. انا یوش هم خیلی مایده های. اینجا تسرخ شده. تماشتا جون دارک داشته. بری برون باری دسته یک تنیم تا. این هم خیلی دوستانی عزیز امسال که کمپود میکنم هم مایوره. مایوش بینید چه خیلی سرخ شده اومده یا سرخ شده استه سیاه شده استه. این چی مالینه هم خیلی میبروید که اینم یا درخت چای مایده چه بود نکرده بودم. ده برگه سه برگه بود بینید چه خشته. نه درخت کلان شه. یک تامیخ درخت چای کلان شه. بینید چه خشو وایشیده. پخته اومده. یک شناسمون کمپود داده بود. باینمی 94 مینداخته کمپوده. 94 جدا نمیکرده ده. یک باره بزمدنم خیلی سخاری تر کردم. کم ترک ملایمه کشیده که میبرم میتمشه. ازی دروازه محکمه باران بردیسته دروازه را میکشم مالای هم میدرویم. باران که باره مالا دبیره نمیستن. ازی میدرویم. دروازه را کشیدم نمیدرویم. آوازشون برآمده است. میدری جنگل دوای. باران نمیرسه چرده گشتیم. آوازشون برآمده است اینکی. آباد دوران. آوازی فریادشون میکنم میگم. این مالای ما هم درآمدن. بوزی کلان که بود راست اینای پیش درخت کتی همی راست کتی می اومدن. انا بوزی کلان که نیست نگاه کنید کدام رفته استن. ای دروازه راست درآمدن. طرفی بالا رفته استن. ای بغزلای خودشته و بغزلا و دوران. هازی اکم میدروریم شونه. وای کنن. او کچه میتونم بغزلا را میمونم که شیر خورم. سونشته اوس علف خورده استه. ای بز داو قطعه واردم. نخوردک بز. گوسپنده خورده استه. جنگ شده. نه او بزا علف خورده استه. نه که درشونه هوی میمونم. با شوچرو کرده میگردن. اینجا مرغ در میدان بوده. این مرغ محکم کنم بعد برم خونه.